بله. فهمیدن چه فدرالیسمی مورد نظر شماست از حزب دموکرات کردستان؟ آیا شما به یک کردستان بزرگ معتقد هستید یا خود را جزء ایران می‌دانید با توجه به نامی که برای خود انتخاب کرده اید؟ این دو تا قسمته. من این قسمت اول رو با یه سوال جواب میدم. آیا چه فدرالیسمی؟ فدرالیسم ما ملی جغرافیایی با توجه به جغرافیایی پیوسته است. یعنی هر جایی که جغرافیای واحد و پیوسته‌ای که اکثریت مطلقش کردنشین است، از دید ما کردستان هست و اون جزء ایالت کردستان خواهد بود. آیا شما به کردستان بزرگ معتقدید؟ والا من این سوال از شما میپرسم. اگه کردها طبق منشور حقوق بشر زیر نظارت بین‌الملل به این نتیجه رسیدن که مستقل بشن، شما چه کار میکنید؟ کاملا تقاضا و خواست دموکراتیکیه. اگه نظام جهانی به اون صورت که اکثریت مطلق کردها به این رسیدن که یک کشور مستقلی داشته باشن، بندگی به خلاف منشور حقوق بشر نمیکنن. و قسمت آخر، ما معتقد به یک نظام فدرالی هستیم در چارچوب ایران. این اما نام حزب ما حزب دموکرات کردستان بود که در سال 1324 تأسیس شد. در کنگره چهارم 1358 اگر اشتباه نکنم این اسم در این خاطر عوض شد. این پسوند مثلا تجزیه طلبی و این تز از طرف شادروان شهید دکتر قاسمی اومد. به نظر ما این تز شکست خورد. ما حزب دموکرات کردستان ایران هم شدیم ولی بازم از تجزیه طلبی و برچسب تجزیه طلبی نجات پیدا نکردیم. ولی بعد از انشقاقی که در حزب وجود آمد 3 سال خورده پیش، حزب دموکرات بخشی که ما در اون هستیم به حزب دموکرات کردستان خط تیر ایران تغییر پیدا کرد. در کنگره در کنگره 14 حزب دموکرات کردستان انتخاب شد. در بلژیک تمام حزب‌های بلژیکی منطقه ایران زبانی که بنده زندگی می‌کنم، مثلا فلامس لیبرال دموکرات ننوشته حزب فلامی لیبرال دموکرات بلژیک. هیچ کدومشون استقلال طلب نیستن. من از عقلیت قراردادگرایی و نظام ارگانی صحبت کردم. ما نوشته داریم، اساسنامه داریم، برنامه داریم. خیلی شفاف عرض کنم، کردی که به خاطر خودمختاری جونش رو از دست میده، کردی که حاضر به خاطر فدرالی جونش رو از دست بده، من فکر نمی کنم اون دو تا جون قبلی ارزشمندتر از جون سومی که استقلال باشه. اگه ما بخوایم مستقل بشیم می‌نویسیم، اعلام می‌کنیم، ولی فعلا در چارچوب ایرانی دموکرات و فدرال حساب داریم مبارزه می‌کنیم برای این نظام و سیستم. یک دوست دیگری که فرمودن اگر در ایران جنبش سبز پیروز بشه و دموکراسی که جنبش وعده داده عملی بشه، این دموکراسی زمینه رو برای رسیدن به خواست ملیت‌ها فراهم می‌کند. آیا فراهم شدن این وضعیت مورد علاقه شما نیست؟ من عرض کردم که از هر فاکتور دموکراتیک، چون معتقد به نهادینه کردن دموکراسی از طریق خشونت نیستیم، از هر فاکتور دموکراتیکی ایران رو در جهت توسعه سیاسی تشویق بکنه، کمک بکنه، ما از اون فاکتور حمایت میکنیم. دقیقاً از این منظر ما داریم جنبش سبز رو تایید حمایت میکنیم. جنبش سبز تونسته چرخ توسعه سیاسی در ایران رو چند قدم به جلو هل بده، پس من حمایت میکنم. و این به معنای این نیست که بند منشور مثلا آقای موسوی یا اعتقادات یا به حساب نظام فکری سران جنبش سبز رو 100% قبول دارم. نه، من یک کرد هستم، در کردستان هم خواهم بود، در حکومت مرکزی هم شرکت خواهم کرد در ایران فدرال آینده. ولی جنبش سبز الان این مشکلاتی که چرا ما قاطی نیستیم، دخالت نداریم، که منم اینم 100% قبول ندارم. شهید کیانوش اصلا کرد بود، در همین جنبش سبز هم شهید شدن و کسای دیگه. اما اینکه چرا همه گیر نشده، باور بفرمایید مشکل از ما نیست. ما هنوز اون چیزی رو که جناب زهکان فرمودن، اون صراحت و شفافیت رو از سران جنبش سبز ندیدیم و نشنیدیم. به همین خاطر هم از عرض کردم به قانونی نام نوشته بابا چکی سفید نمیکشیم برای ایست
کسی یا چون بشیم، باید بشینیم با هم دیگه به یک پلتفرم مشترک، همچنان که جناب عرس رو فکر کنم جناب امیدوارم فرمودن، روی یک سری اصولی هیچ لزومی نداره ما رو جزئیات با هم دیگه توافق برسیم، روی یک سری اصول مشترکی خیلی هم عجیب و غریب نیستن، میشه به توافق رسید و اینم کافیه برای با هم. من در آخر دلیل این مسئله نوع نگاه ما به دموکراتیزه کردن ایران رو عرض کنم. 3 تا تجربه رو عرض میکنم در یک سال خورده گذشته. تهران 15 میلیون نفره. در یک سال اندی که گذشت هنوز نتونسته 20% پتانسیل خودش رو استفاده کنه در جنبش. ولی در 19 اردیبهشتی تا 5 تا زندانی سیاسی که 4 تاشون خورد بودن اعدام شدن، در 23 اردیبهشت از ماهو تا کرمانشاه تخته میشه. ظرفیت یا پتانسیل سیاسی کردستان اینه، مال تهران اینه، مال تبریز اینه. یا یک تجربه سوم رو عرض کنم، عبدالمالک ریگی اعدام میشه، فرداش عملیات انتحاری انجام میگیره در زاهدان. بعض قضاوت ارزشی در مورد این واکنش تهرانی یا این واکنش زاهدانی یا واکنش کردستانی نیست، بحث سر این تفاوته. ما با این گویی که به حساب این چیزی که تو دستمون هست، شاخه‌های چیزی که داره، نمیتونیم دموکراسی رو در ایران اجرا کنیم. ما مثل یک سنگ قیمتی ولی صیقل نشده می‌بینیم که لبه‌های چیزی رو داریم. باید اینقدر صیقل بدیم، باید اینقدر با هم گفتگو بکنیم که نه اینکه از قیمت سنگ کم کنیم، نه، اون ظرافت و زیبایی سنگ رو باید نشون داد. تو زاهدان عملیات انتحاری میشه، اکثریت مطلق شهرهای بزرگ خاص بشین هنوز در خوابن، در کردستان از ما تا کرمانشاه تخته میشه. اینا زیاد رابطه منطقی ندارن با هم دیگه این واکنش‌ها. باید این رفتارها رو یک کاری کرد، این بستر اجتماعی رو اینقدر روش کار کرد، اینقدر آگاهی پراکنی کرد، اینقدر با هم دیگه کار بکنیم از طریق رسانه‌های عمومی و کارهای تشکیلاتی یک تعادلی انجام بشه بین ما. اون موقع است که خیلی راحت میتونیم با خیال راحت نسبت به دموکراتیزه کردن یا اجرای عملی دموکراسی با امنیت و گارانتی در آینده ایران صحبت کرد. خیلی ممنون. بعدی از آقای زهراب. لطفاً راه‌های عملی نزدیکی احزاب و سازمان‌های قدیمی و با سابقه مثل حزب توده ایران و حزب دموکرات کردستان را با حزب اکثریت بفرمایید. با سازمان اکثریت. بالا خدمت عرض کنم که راه‌های عملی همکاری یا نزدیکی، من گفتم در طی نه فقط 1-2 سال گذشته که این جنبش به وجود اومده که خودش باعث شده اون یخ‌هایی که وجود